این سه تا چست چیه؟ خب ببینید این سه تا چست که این چست معمولیه و هیچ کار خاصی نمیکنه به جز اینکه توش چیز میز بذارید. اما این یکی چست، این چست که اگه دقت کنید یه خورده اینجاش قرمزه اما این نیست، این یک سیگنال ردستونی ضعیف ایجاد میکنه که باعث میشه مثل دکمه عمل کنه که شما مثلا بلندش میکنید دکمه روشن بشه، اما فقط وقتی کار میکنه که بلندش کنید. و اینکه خیلی سیگنال ردستونی ضعیفی داره و مثلا برای ساخت تله خیلی خوبه. اما این اندر چست چی؟ شما همینطور که میبینید این ردستونا رو بیارم، این اندر چست که توش هیچی نیست، این یکی هم توش هیچی نیست، مثلا من توی این یکی رو ردستون میذارم و ردستون رو اینجا هم هستن. این یعنی اینکه مثلا این اندر چسته تلپورتش میکنه به این، همونطور که دیدید. خب اگه این تفاوت رو نمیدونستید